وزیر پست و تلگراف زیر را که از طرف خزعل به مجلس شورای ملی مخابره شده به دست من داد. از اهواز به تهران توسط سفارت معظم دولت علیه اسلامیه ترکیه مقیم تهران دامت شوکتو، ساحت مقدس مجلس شورای ملی شیدالله و ارکانه. بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سردار سپه و تجاوزات آزادی شکنانه 40 ماهه مسبب حقیقی کودتا ما را وادار نمود که پس از آن همه مسالمت و خونسردی و تحمل و بردباری و مقاومت در مقابل تخطیات نظر به اختلالاتی که در نتیجه غرض‌ورزی‌های بی‌موقع مشار الیه و آز و طمع نامحدود و جاه طلبی و حس سلطنت جویی و اقدامات و جسارت‌های مملکت خراب کن او به عالم اسلامیت و قانون مقدس اساسی روی داده است، به نوبه خود قیام کرده و قدم به عرصه نهضت گذارده. تکلیف حتمی اسلامی و احساسات بی‌آلایش اسلامی خود را نسبت به جامعه ایرانیان آزادی طلب انجام نماییم و مخصوصاً برای رفع هر گونه سوء تفاهمی که مبادا این قیام که به نام قیام سعادت خوانده می شود و این نهضت و جنبش اسلام پرستانه ما را که صرفاً برای حفظ استقلال و مذهب مقدس اسلام و تأمین آزادی ملت و مملکت و استقرار قانون محترم اساسی و مشروطیت است، تمرد از اطاعت دولت جلوه دهند. این تذکرنامه را به وسیله آن سفارت دولت علیه اسلامی به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می